سلام. صبحانه خوراکی مهم بودنش را همه ما خوب می‌دانیم، اما بعضاً آن چیزی را استعمال می‌کنیم که ممکن نیست. دروش یعنی خمیر تروش. آنها در کارکرد گازهای معده تاثیرگذارند. معده دم می شود. چه خیلی که می دانیم این آنقدر هم به کس فورم نیست. برای همین در دل نهار همه گونه پخت و پز خمیر تروشی این خوب نیست. یوگورت معنی آن در چیست؟ با یاری باکتریاهای فایده بخش هضم طعام آسان می شود. اگر همه این چیزهای نالازمه به ارگانیسم پیش از خوراک داخل شود، آنها را لعاب معده فرو می برد و همه چیز خورده بیفایده می شود. یعنی یوگورت در نهار ضرر ندارد، آن بیفایده است. آن را باید تنها پس از خوراک استعمال کرد. قهوه وقتی که کافئین به معده وارد می شود، آن را ناراحت می کند. در جواب معده لعاب زیاد جدا می کند. اگر آن را با خوراک پر نکنید، بعدی چنده به التهاب گرفتار می شود. بغیر از این کافئین تلخدان را ناراحت می کند. شکر همه این محصولات های شیرینی و میوه های شیرین به مانند بنان، شکر زود به ارگانیسم داخل شده غدود معده را ناراحت می کند. در جواب آن انسولین را کارکرد می کند. مقدار قند در ارگانیسم زود پست می شود و به جای بالیده روح و با قوت بودن ما التهاب و خسته شوی را احساس می کنیم. نوک گذشتگان ما می گفتند نوک برای ارگانیسم سحرگاهان زیان است، در بیگاهی باشد دواست. گپ در سری آن است که در ترکیب نوک الیمنت های سختی منفی که به عضوهای هاضمه آسیب می رسانند زیادند. خرما در آن الیمنت هایی که هضم کردن طعام را دشوار و کار معده را سست می کند بسیار است و در چنین حالت می گویند معده باز ایستاده است. شاید حالا فکر کردید که در نهاری همه این را خوردن ممکن نباشد، پس چی را خوریم؟ این لقیدن می گیرد. از من تنها گفتن بود. ما در نوارهای بعدی حتما از موضوع محصولات لازمه برای نهاری حرف میزنیم. حالا باشد نوار 7 مصلحت مفید در آشخانه را می توانید تماشا کنید. سیلکش در ضمیمه است. سلامتی خود را احتیاط کنید. تا نواری نوبتی، خدا حافظ.